دعا درباره خلاصی دادن از دشمنان. دعای داوود. ای خداوند، عدالت را بشنو، تضرع مرا اجابت نما. به دعای من که از لبانی بیمکر بیرون می آید گوش انداز. بگذار حکمنامه من از حضور تو براید، چشمان تو راست بین است. دلم را امتحان کردی، شبانه توقع نمودی، مرا آزمودی و چیزی نیافتی. اندیشه بدی ندارم که به زبان آورده نتوانم. در عملیات انسانی موافق کلام لبان تو خود را از راه‌های ظالم نگاه داشتم. قدمهایم را در راه‌های خود قایم گردان تا که پایهایم نلغزد. من تو را می‌خوانم زیرا که تو ای خدا مرا اجابت می‌نمایی. گوش خود را سوی من خم نما و سخنم را بشنو. احسان‌های عجایب خود را بنما، ای نجات دهنده پناهبران از آنهایی که بر ضد یمین تو قیام می‌کنند. همچون گوهری که چشم را نگهبانی نما، در سایه بالهای خود مرا پنهان بکن. از شریرانی که به من ستم می‌کنند، از دشمنان قصد جانم که مرا احاطه می‌نمایند. امعایشان چربو بسته، دهانشان سخنان مغرورانه می‌گوید. در هر قدممان الحال مرا احاطه می‌کنند. چشمان خود را دوختند تا که مرا به زمین غلطانند. وی مثل شیر است که به دریدن حریص باشد و مثل شیر جوان است که در کمینگاه نشسته باشد. برخیز ای خداوند، از وی پیش دستی کرده و را مغلوب نما. جانم را از شریر با شمشیرت برهان. یعنی از سفیلان با دست خود ای خداوند، از سفیلان دنیا که از این زندگی بهره‌مندند و گنجینه تو شکم آنها را پر می‌کند. فرزندهاشان نیز سیر شده، بقیه آن را به بچگان خود می‌مانند. من در عدالت روی تو را خواهم دید، چون بیدار شوم از صورت تو سیر خواهم شد.